نام هومن، نام خانوادگی صحرایی. اتهام: بی‌کفایتی در مدیریت مجموعه درمانی حاشیه، سهل‌انگاری در انعکاس تخلفات درمانی به مراجع ذی‌صلاح در بخش‌های تخصصی بیمارستان، استخدام نیروهای فاقد تخصص لازم، اعزامی به کیلومتر 6 جهت گذراندن دوران محکومیت. نام کنگر، نام خانوادگی زهرا. اتهام: دخالت در امور پزشکی بیمارستان بدون تخصص لازم و حتی سواد کافی جهت خواندن و نوشتن، اخذ مال نامشروع از طریق تحریف و تقلب در تعرفه‌های خدمات پزشکی، اعزامی به کیلومتر 6 جهت گذراندن دوران محکومیت. نام سیروس، نام خانوادگی تکراری. اتهام: دایر کردن